اگه تا حالا خامه کاور کیک تو گرمای تابستون وا رفته یا به خاطر گرونی خامه مجبور شدی هی قیمت کیکاتو ببری بالا و کم کم مشتریاتو از دست دادی، این آموزشو از دست نده. سلام، من سانیا نیلوفریم و خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی و جذاب ما. امروز میخوام یه کاور فوق‌العاده خوشمزه، ارزون و در عین حال اینقدر مقاوم که میشه با دست جابجاش کرد و یادت بده. نه ترک میخوره، نه سختی خامه کشی رو داره. همونجور که میبینی به راحتی آب خوردن حتی میتونی روش مخمل پاش بزنی. پس قبل از اینکه وارد آموزش بشیم، برای حمایت از من و انرژی دادن به من برای آموزش‌های بیشتر، سابسکرایب کن و اگه ویدیو قبلی که آموزش گلای ظرفی بود و تا الان ندیدی، حتما برو. برای درست کردن این کرم جایگزین نیاز داریم به روغن پنجاه لادن یا روغن قنادی. از هر کدومش استفاده کردیم مشکلی نداره، اما مارگارین یا کره حیوانی نمیتونیم جایگزین. خب بعد از اون نیاز داریم به 50 گرم پودر قند که من یه بار از علک ردش میکنم. اگه پودر قند رو آماده خریدید از لوازم قنادی ها نیازی نیست از علک ردش کنید، ولی این پودر قندیه که من خودم ریختم تو دستگاه آسیا و درستش کردم. برای همین حتما از علک ردش میکنم چون پر از دونه های درست. این ترکیب رو شروع میکنم با همزن زدن. با یه لیسک اطراف ظرفم رو تمیز میکنم. حالا 30 گرم گلوکوز و 60 گرم شیر عسلی اضافه میکنم. اگر که خواستید رنگدار بشه، رنگی بشه، فقط از رنگ‌های پودری مارک دکور میتونید استفاده کنید و به هیچ عنوان رنگ ژله‌ای توی این ترکیب نمیتونید بریزید مگر رنگ‌های ژله‌ای که مخصوص رنگ کردن شکلات هستن و مارکشون شف مستر، یعنی این دسته از رنگ‌ها. ببینید توشون نوشته کندی کاله. من یه کمی رنگ قرمزش رو بهش اضافه میکنم، میخوام صورتی بشه. قیف رو توی دستمون باز میکنیم و موادمون رو میریزیم توی قیفمون. که ماکت خیلی شله، اگر که خواستیم روی ماکت تمرین خامه کشی انجام بدیم به خاطر اینکه سبکه و ممکنه لیز بخوره، کافیه یه مقدار گلوکوز بردارید به سینی زیر کیکیتون یا صفحه گردونتون بزنید و ماکتتون رو بچسبونید. اینجوری ماکتتون دیگه تکون نمیخوره. خب بافت این کرمی که بهتون گفتم بچه ها مثل گاناش میمونه، سفته. اگر که دیدین راحت نیستین و دوست داشتین یکم بافتش نرم‌تر باشه برای تمرین خامه کشیتون، کافیه فقط 1 تا 2 قاشق غذاخوری شیر، نه آب، فقط شیر به موادتون اضافه بکنید. اینقدر این کار رو انجام میدیم تا هیچ حفره‌ای نداشته باشیم و کیکمون صاف باشه. علت این که میبینید حالا زیر کار ما یه سری رنگ پیداست اینه که اگه دقت کرده باشید اول فیلم ماکت ما پر از خط و خطوط ماژیک و این داستانا بود. اسپری مخملی که اینجا داریم استفاده میکنیم اسپری مخملی کپی کیک هست
که اگه کار باهاش رو بلد نیستی و کیک‌ها ترک میخورن، کافیه آموزشی که توی پست اینستاگراممون گذاشتیم رو بری ببینی که 0 تا 100 یادت دادم. اگه این آموزش به دردت خورد و واسط مناسب بود، خوشحال میشم که واسم کامنت بذاری و صفحه یوتیوب ما رو به دوستات معرفی کنی. امیدوارم که همه زندگیت مثل کیکات شیرین باشن.